چند روز قبل تو همین روزهای اواخر عمر پیغمبر صدا زد علی جان بگو مردم جمع شد تو مسجد، ماهاشون حرف دارم. همه نشستن، یهو دیدن در وا شد، 2 نفر زیر بغلای پیغمبر رو گرفتن. مردم تا حالا رسول خدا رو اینجوری ندیده بودن. پیغمبر نشستن، یه نگاه به مردم کردن. جان مردم، حساب کتاب دنیا اونور سخت‌تره، اگه حسابی دارید اینور صافش کنید. بعد یه نگاه به این مردم کردن، فرمودن من دیگه دارم میرم، آیا کسی حقی به گردن من داره؟ یا رسول الله این چه فرمایشی؟ کی حق به گردن شما داره؟ شما حق به گردن ما دارید. یهو دیدن از بین جمعیت یه نفر بلند شد، عکاش نام. همه نگاش کرد، یا رسول الله من. بشین عکاشه. صدا زد یا رسول الله نه، کوتاه نمیام. آقا فرمودن بگو حرف تو. صدا زد یا رسول الله از جنگی برمیگشتیم، شما داشتی از کنار من رد می شدی، عصا به دست شما بود، این عصا خورد به سینه من، این تو دل من مونده. حالا که گفتید داریم میریم، من میخوام قصاصت کنم. پیغمبر اکرم فرمود راه وا کنید، بیا جلو. عکاش آمد جلو. خب من در خدمتم. صدا زد رسول خدا قبول نیست، باید همون عصا باشه. یه نگاه کردن پیغمبر. صدا زد بلال بلند شو برو، عصا منزل فاطمه است، عصا رو بگیر. بلند شد آمد در خانه فاطمه زهرا، در رو زد. وجود نازنین خانم آمد پشت در. خیر باشه عمو این وقت ظهر در خانه ما. ماجرا رو تعریف کرد. صدا زد آمدم عصا رو ببرم. بیبی فرمودن صبر کن عصا رو بیارم. عصا رو خواست بده به بلال. صدا زد یه جمله دارم جانم خانم، سلام منو من کاجه برسون. بگو فاطمه میگفت نمیگم نزن، اگه بناتینه بزنی بزن، فقط یه ذره آروم تر بزن، بابام جونی نداره. عصا رو آورد، عصا رو داد دست عکاشه. همه دارن نگاه میکنن، عکاشه نزن. صدا زد یا رسول الله میخوام بزنم. فرمود بزن. گفت قبول نیست. وقتی عصا به سینه من خورد، سینه من عریان بود. میگن آرام پیغمبر این لباس عربی رو داد بالا. تا این لباس رو داد بالا، عصا رو انداخت رو زمین، پرید تو بغل پیغمبر، لبها رو گذاشت رو سینه مبارک. من غلط کنم شما رو بزنم؟ گفتی داریم میریم، خواستم سینه رو ببوسم. یا